چه شباهت‌هایی بین پاتریارک کریل و کشیش آلمان نازی وجود دارد؟ همانطور که وضعیت سیاسی کنونی روسیه را مشاهده می‌کنیم، شایان ذکر است که تشابهات نگران کننده در تاریخ وجود دارد. اظهارات اخیر پاتریارک کریل یادآور لفاظی کشیش‌های پروتستان در آلمان نازی است. پاتریارک کریل علیرغم موقعیت مذهبی خود، فعالانه از سیاست نظامی سازی و تهاجم حمایت می‌کند که مورد مناقشه بسیاری از سنت‌های مسیحیت است. استدلال‌های او تا حد زیادی منعکس کننده اظهارات والتر کونت است که ظلم نازی‌ها را توجیه می‌کرد. اخیراً کلیسای ارتدکس روسیه دستور انجام نماز روزانه را برای پیروزی سلاح‌های روسی صادر کرده است. این ما را به یاد روش‌های آلمان نازی می‌اندازد. برخی از کشیش‌های عاقل نظر خود را بیان کردند که ترجیح می‌دهند برای صلح دعا کنند. این کشیش‌ها به دلیل مخالفت با ایدئولوژی رژیم با از دست دادن مقام کشیشی خود مجازات شدند. این یک واقعیت آشکار است. در روسیه مدرن، کشیش‌ها به دلیل حمایت از صلح به جای جنگ، از کار برکنار می‌شوند. لازم به یادآوری است که چنین لفاظی‌هایی می‌تواند به عنوان یک توجیه ایدئولوژیک برای نقض جدی حقوق بشر باشد. و همانطور که تاریخ نشان داده است، چنین رویکردهایی می‌تواند منجر به عواقب غم‌انگیزی شود. من می‌خواهم به یک نکته دیگر توجه کنم. کشیشان حاله‌ای از تقدس را در اطراف رئیس جمهور منتخب مردم پوتین ایجاد می‌کنند. کشیش‌های آلمان نازی در رابطه با آدولف هیتلر همین کار را کردند. این ما را می‌ترساند. این سوال به خود مطرح می‌شود: آیا واقعاً کسی هست که رایش چهارم را در کشوری که فاشیسم را شکست داده احیا کند؟ در فیلم The Impact بیشتر بدانید. این موضوع نیاز به مطالعه دقیق دارد. در عین حال باعث فتنه و ترس می‌شود، زیرا حقیقت می‌تواند جهان بینی شما را تغییر دهد.